بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین اما بعد. به فضل الله در درس گذشته گرفتیم مسئله فرارسی ماه رمضان، یعنی راه سنتیش چگونه بوده است. راه سنتیش در دیدن ماه چی بوده است؟ شاهد، دو شاهد باید روان شوند در آخر ماه. 29 شعبان که رسید دو شاهد جستجو میکنن ماه نو را، دیدن میان به قاضیات خبر میتین و قاضیات اعلان میکنه فرارسی ماه رمضان. و راه سنتش همینه گفتیم، راه سنتش همینه. و اما راه ستاره شناسی و حساب ریاضی یا که بگیم ماتماتیکی بگیم مخالف سنت است و بیشک شبهه بدعت است با اتفاق اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، زیرا این خیلی حساب قطعی به فرارسی ماه اعلان نمیکردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بلکه به جستجو کردن ماه با شهادتی دو آدم عادل. و قول صحیح گفتیم که در اول ماه بسنده است یک شاهد، اما در آخر ماه اکتفا نمیکنیم با یک شاهد بلکه با دو شاهدی عادل. همین بود قول صحیح در دیدن جستجو کردن ماه و فرارسی ماهینه. امروز مسئله مهمه میگذاریم که باید سرزمین ها چگونه روزه بگیرن. رفته و مثال هر سرزمین باید علاهیده شاهد داشته باشه یا که باید جستجو کنن یک سرزمین تمام مسلمان ها چگونه باید روزه بگیرن مردم در هر یک سرزمین. و در این مسئله سه قول است. قول اول که در یک سرزمین مثلا بگیریم از باب مثال مملکت سعودی عربی، در رفته و در همونجا که ماه دیدن جستجو کردن اعلان کردن پگشت بگیم که فرارسی ماه رمضان، برای تمام مسلمان های کره زمین واجب میشه که پیروی کنن همین سرزمینه. این یکم قوله و به شک شبهه همین قول به سنت نزدیکه، زیرا سنت دعوت میکنه و شریعت اسلامی دعوت میکنه مسلمانان را به سرجمی، به اتفاق، به الفت، خاصتا در همین مسئله روزه که روزه چیه؟ یک عبادت اجتماعی است. هر یک فرد مسلمان در علاقه داره در تمام جهان. برای رفته وقتی که اتفاق کردن مسلمانان در روزه داریشون و در عیدشون، این یک به حد چی نشان میده؟ سرجمی مسلمانان نشان میده، خاصتا در زمانی پریشانی و پراکندگی مسلمانان در زمان ما. و این چیز به شک شبهه گفتیم همین قولی چیه؟ به قوت است که یک سرزمین ما هم میبینن دو شهادت میتن و دیگر سرزمین ها چیکار میکنن؟ پیروی میکنن. یعنی نوابسته در اروپا هستن، در آسیا میانه هستن، در تمام جهان باید جستجو کنن. همین قولی چیه؟ یکم قوله. دویم قول که نه، میگن که بلکه هر یک سرزمین های مسلمان ها یا که بگیم دولت هایی که هم سرحد هستن، همون ها بگیم فرودگاهشون یکه، همون ها باید چیکار کنن؟ یک خیل روزه بگیرن، یک خیل افطار کنن. یعنی مثلا آسیا میانه را بگیرین، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و ازبکستان، همین به شک شبهه سرزمین ها است که هم سرحد هستند. همین دولت ها یک دولت اختیار میکنن، مثلا تاجیکستان اختیار کردن برای دیدن ماه. مثلا در ماه که دو شاهدی عادل رفته و جستجو کردن ماه دیدن، اعلان میکنه قاضیات مثال تاجیکستان که پگشت روزه فرا میرسه، ماه رمضان فرا میرسه. دیگر سرزمین هایی که هم سرحد هستند، قرقیزستان و افغانستان و ازبکستان، برای واجب میشه که پیروی کنن با دیدن ماه تاجیکستان، یعنی با همین شهادتی تاجیکستان باید پیروی کنن. و ایرم یک قولی چیه؟ با قوت است. ایرم بگیم با اجتماعی مسلمان ها نزدیکتره که مثال یک خیل روزه میگیرن و یک خیل افطار میکنن. و سوم قول که هر یک دولت علاهیده است. تاجیکستان علاهیده، افغانستان علاهیده. مقصد که رفته و در افغانستان اگر دیدن دو شاهدی دادن که ما ماه را دیدیم، در اوج اعلان کردن روزه را، ما چیکار میکنیم؟ تاجیکستان بدگیا پیروی نمیکنن اونها، بلکه میگن ما ندیدیم. مثلا شاهدای تاجیکستان میگن که ما ندیدیم، ما جستجو کردیم ماه را ندیدیم. در این حالت میگه چیکار میکنن؟ همه علاهیده میگیره، برای که باید هر یک سرزمین چی داشته باشه؟ دیدن اخچه داشته باشه. و این سیم قوله و ایران بگیم یکی از نظر اهل علم هم در این جهه است، بلکه قول ابن عباس هم به همین بود رضی الله عنه. لیکن این بگیم یک رأی اندیشه است که بسیار بگیم مسلمانان به حد پراکنده میشن. تصور کنید که سبحان الله در افغانستان روزه میگیرن، ما یک روز تأخیر میکنیم. یک روز تأخیر که کردیم، در ما یک روز الکی عید قفا میزنه. اتفاق میکنن مثلا قزاقستان و افغانستان با هم اتفاق شدن، یک خیل شدن، روزاداریشون یک خیل میشه. اما تاجیکستان و ازبکستان فرق میکنه.
ایدشون یک روز بعد میشه در آخر ماه. یعنی سبحان الله یک نمودی بگیم چی میشه در همین کسی که به همین اندیشه اگر عمل کنه یک نمودی بگیم پراکندگی میشه. وجودی که یکی از قول اهل علم است اینه که با اتفاق مسلمان ها نیست همین قول ده. بنابر همین قول بگیم والله اعلم ضعیفترینه و دورترینه حق، با وجودی که مثال همه یک دلیل داره، همین سه قول یک دلیل را دلیل آوردگی. مثال قول الله تعالی را که فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، کسانی که از میان شما ماه را که میگه دریافت پس او را باید روزه بدارد. یعنی مشاهدتی کرد ماه نو را پس باید او را روزه بدارد. چی گفتن قول اول؟ کسانی گفتن که یک سرزمین که دید دیگر سرزمین‌ها در واجب میشه که پیروی کنه، همه یک سرزمین مسلمان‌ها. گفتن که خطاب برای تمام مسلمان‌ها است، در جایی که نباشن، نه وابسته مکان و زمان. گفتن که چی رفته و در یک سرزمین که دیدن ماه باید واجب میشه بر آنها روزه داشتن. دوم قول گفتن که نه، بلکه خطاب برای هر یک سرزمین‌های مسلمان‌های همسرحد است، برای که بشک شما برای هر عاقل معروفه که سرزمین‌هایی که همسرحد هستند خطاب برای اونها است. میگه مثلا نزدیک هستن با هم دیگر و فرودگاهشون یخیله، بنابر خطاب میگه به سوی همونها. اما شخصانی گفتن که نه، هر دولت باید الهیده باید جستجو کنه ماه خودش. گفتن که خطاب چه الهیده برای هر سرزمین الهیده. یعنی دلیل ها یک تا اینه که فهم گوناگونه، در فهم چشیدن گوناگون اختلاف کردگی. اینا ما گفتیم همین سه قول است و هم قولی با قوت ترین همین قولی که یکم و دویم است. یعنی رفته و یک سرزمین که دید دیگه سرزمین ها در واجب میشه پیروی کردن همون با دیدنی همون ماهی که در همون سرزمین شده، مثلا مملکت سعودی عربی میبینن ماه دیگه تمام جهان در اعلام میشه که روزه بدارن. دوم قول که سرزمین های همسرحد، مثلا سعودی ده که دیدن ماه، برای مصر، برای اهل یمن، برای اهل عمان که همسرحد هستن برای ویا واجب میشه، اما برای کسانی که در اسپانیا و در اروپا و در آسیا میون هستن واجب نیست، بلکه اونها جستجو میکنن ماهی خودشون. اینم بگیم یک قولی بخوات است. از کریب روایت است صحیح مسلم ده، از کریب ابن ابی مسلم. کریب ابن ابی مسلم مولاهم الهاشمی المدنی. طيب ابو رشدین یکی از تابعی است، سال 98 وفات کردگیان. همین حضرت یکی از رجال های جماعت است، یعنی امام بخاری و مسلم و ابو داود و نسائی و ترمذی و ابن ماجه از این حضرت روایت کردگان احادیث بسیاری و زیاده. نامش چی بدن؟ کریب ابن ابی مسلم الهاشمی، هاشمی و مدنی. هاشمی گفتن مولاشونه، ابو رشدین کنیهشون ابو رشدین بدن، مولای ابن عباس. مولا ابن عباس یعنی چیه؟ مولا در لغت عربی بگیم در اصطلاح شرعی به 4 معنا میآید. یکم معنا به معنایی که مولای فلانی میگن، یعنی آزاد کرده شده. آزاد کرده شده یعنی غلام یک کس بود آزادش میکنن، به مانند بریره زنی بود که حضرت عایشه مادرمون آزادش کردن و برای هم قدر مولاشون حساب میشه. عایشه رضی الله عنها مولای کی حساب میشه؟ بریره. و این چنین همین کریب ابن ابی مسلم مولای کی؟ ابن عباس، به خاطر که ابن عباس او را آزاد کردگی. یا اینکه تا هنوز در بگیم غلامی حضرت ابن عباس که باقی هم که مونده که باشه را میگن مولای ابن عباس. دیگه مولای قسم و بگیم پشتیبانی کردن، یا یک قبیله قسم و یک قبیله قسم یاد میکنه که او قبیله قسم یاد کردگی که پشتیبانیش میکنه، همین انسان پشتیبانی میکنه و در بگیم اسمت خودش نگاه میداره از هر یک بگیم دیگر کسانی که جنایت کردنی میشن، یا که بگیم به همین حق همین انسان او قسم یاد کردگی قبیله که پشتیبانیش میکنه، ایران میگن که مولای فلان قبیله، مولای فلان قبیله. سه معنای مولای چی؟ یعنی مولای اسلام، یعنی یکی از باباهاش مثال یکی یک خودشه، یکی از باباهاش یک از آزاد کی کردگی باشه به سوی همون نسبت داده میشه. چه خیلی که امام بخاری را چی میگن؟ محمد ابن اسماعیلی الجعفیش میگن، محمد ابن اسماعیلی ابن ابراهیم ابن مغیره جعفی گفته یکی از قبیله های عرب است. بعضی از عرب هایی که مثال از همین خبر ندارند خیال میکنن که امام بخاری عربه، نه که عرب نیست. در حقیقت امام بخاری را باباش ابراهیم، یکی از مسلمان هایی که از قبیله جعفه بود، دعوت کردگی بعد حضرت ابراهیم بگیم همون بابای حضرت امام بخاری اسلام آورده بود به دستی همون مسلمان عربی که از قبیله جعفه بود. بنابر چی میتن امام بخاری هم نسبت میتن به جعفه، به خاطر که همون
ای نسل کیه؟ ای نسل همون ابراهیم است. ای نسل همون ابراهیم است که اسلام آوردگی بود. اینجا چی میگن؟ مولای اسلام. یعنی تو دعوت که کردی یک کسی، یک آمریکایی را، امروز هم یک روسی را که دعوت کردی به اسلام، اسلامو که پذیرفته کرد، به قبیله تو نسبت داده میشه. مثلا تاجیکی باشی و روسی هم و شخص روس هم تاجیکیش باید بگن، به خاطر که مولای چیایی؟ مولای اسلام میشه. بس به قبیله تو، به قبیله که تو هستی، ای بگیم ذاتن، به هموسو نسبت داده میشه و همون شخصی اسلام آورده. و چهارم قبیله، نسبت دادن به سوی چی؟ قبیله. خودت نسبت میتی به قبیله، اینا میگن مولای فلانی. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و آله گفت، میگه فلانی پسری فلانی ها میگه برای من مولا نیستن، یعنی به من نزدیک نیستن و قربت ندارن به من، به خاطر که اسلام نداشتن. المهم همین بگیم چهار معنای مولا و همه مشهورترینش همین مولای چیه؟ مولای غلامی. یعنی یک کس در بگیم خودش در غلام کی داره، همون غلام نسبت میتن به سنش، به خاطر که چی بود؟ یا که سرش دودگی، یا که در بگیم در ملک همون غلام هسته، همون ملکش ده همون غلام که هسته نسبت داده میشه به سوی همون آدم. همین قریب هم ابن ابی مسلم هم در چی بود؟ مولای ابن عباس، یعنی ابن عباس ایرا آزاد کرده بودن رضی الله عنه. و دو پسر داره حضرت قریب ابن ابی مسلم، یکیش محمد ابن قریب، یکیش رشیدین ابن قریب. هر دوش چیان؟ ضعیف هستند، هر دوش ضعیف هستند در حدیث.